الان من چارت کلی راهکارها رو می‌نویسم، بعد با مثال خیلی داغ و تازه که همین الان برام پیش اومد براتون مثال میزنم و بعد میریم سراغ این که حالا یا تو همین جلسه یا جلسه بعدی انشالله دیگه قدم ها رو خیلی ریز و کوچیک با هم بررسی کنیم. یعنی در واقع من جلسه قبلی که اومدم قدم ها رو بگم کار اشتباهی کردم، چون اگر قدم رو بگم مفهوم جا نمیافت. اولین چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که مدیریت هیجان در مقابل چی قرار میگیره؟ چرا میخوایم مدیریت هیجان بکنیم؟ اینو با هم تعیین تکلیف بکنیم. مدیریت هیجان در مقابل عدم مدیریت قرار میگیره. یعنی ما یک مشکل داریم، همیشه وقتی یک مشکل و مسئله ایجاد میشه برای ما دو تا اتفاق پیش میاد. یا اون مشکل رو با مدیریت هیجان حل میکنیم یا با عدم مدیریت دیگه. درسته؟ پس مدیریت هیجان در مواقعی که مشکل داریم اتفاق میفته. اما اگر ما مدیریت هیجان بکنیم دو تا دستاورد داریم. یک، رابطه ما حفظ میشه. رابطه همون با هر کسی، با همسرمون، با همسایمون، با رئیسمون، با فرزندمون. رابطه ما در مدیریت هیجان حفظ میشه. دومی، چون هیجان رو میتونیم آروم بکنیم منطق ما کارایی بیشتر پیدا میکنه. چون بلد شدیم که مدیریت هیجان یاد بگیریم. پس حل مشکل ما، حل مسئله یا مشکل ما به بهترین حالت ممکن اتفاق میفته. مشکل جدید هم رخ نمیده که از خراب شدن رابطه است. اما فرض میکنیم که مشکلی به وجود میاد، ما دچار هیجانی میشیم. هیجان هم که 4 تا بیشتر نبود دیگه، یا غمگین میشیم یا عصبانی میشیم یا میترسیم یا خجالت میکشیم. درسته؟ شادی رو کار نداریم. و بیشترین مشکل ما با خشم و ترسه. غم و شرم رو بعداً بهش کار داریم. بیشتر وقتی اسم مدیریت هیجان میاد، مدیریت اضطراب و مدیریت پرخاشگری توی ذهنمون میاد. درسته؟ حالا ما اگر مدیریت هیجان نکنیم یه مشکل هم پیش اومده. همین الان میخوام مشکل خودم براتون مثال بزنم که باعث تأخیر من شد. یه مشکل به وجود اومده. به محض به وجود اومدن مشکل برای ما یک هیجان تولید میشه. یا اون هیجان خشمه، وقتی که من بدونم میتونم مقابله بکنم با این مشکل، احساس توانمندی بکنم. یا اون هیجان در واقع همشون ترسه دیگه، درسای قبلی رو یادتون بیاد. یا اون هیجان ترس و اضطرابه. درسته؟ یا حالا این دوتا بحث مقابله است. بعد اگر که من اون مشکلم خیلی دیگه اوضاع رو خراب بکنه غمگین میشم، یعنی اصلا از دستم بره، مشکل نه تنها حل نشه که اتفاقا هم ایجاد کنه. من یا غمگین میشم یا شرمنده میشم یا اگر مشکل حل بشه شاد میشم دیگه. درسته؟ این شد هیجانات. حالا برای من یه مشکل ایجاد شده، من عدم مدیریت هیجان دارم، یعنی خشمگین میشم و خشمم رو بروز میدم. مضطرب میشم، اضطرابم رو بروز میدم. میترسم یا هر چیزی. من با عدم مدیریت هیجان، چون رفتار هیجانی میکنم، رابطه رو 100% خراب میکنم. 100%. شده رفتار هیجانی کسی باهاتون انجام بده و رابطه‌اش باهاتون تو اون لحظه خراب نشه؟ خراب میشه دیگه. و خیلی داد میزنیم یا از ترسش داد میزنه، گریه میکنه، شرم به ما میده، مثلا میگه آبروی منو بردی، تو عجب زنی هستی، تو عجب مامانی هستی. یا خودتون با همسرتون، با فرزندتون. درسته؟ پس من وقتی هیجانی انجام بدم کاری رو، اول رابطه رو خراب میکنم. وقتی رابطه رو خراب میکنم شاید جلوی مسئله رو نگید حالا، جلوی مسئله رو موقتاً بگیرم، اما مسئله جدید رو تولید میکنم. 100% مسئله جدید تولید میکنم. یه چرخه ایجاد میکنم. و
چون هیجانی برخورد کردم سیستم براتون توضیح دادم. مغز پس سری من در حال فعالیت پررنگه. پس منطق من که قسمت نئوکورتکس من و پیچ خوردگیام بود که منطقم از اونجا میاد، تحلیلم از اونجا میاد، کار نمیکنه. پس حتی اگر تصمیمی بگیرم رابطه رو که خراب کردم، با منطق پایینتری هم یه منطقی دارم، ولی یه منطق بی ارزش، منطق پایینتر برای مسئله راه جویی میکنم و اون مشکل به اندازه کافی حل نمیشه. ما توی مدیریت هیجان گفتیم هیجانات چراغ چکن. چراغ چک یعنی چی؟ چراغ چک ماشین. ما یه ماشین داریم دیگه. این ماشین یه سیستمه. ما یه بدن داریم. این بدن هم یه سیستمه. ما یه خانواده داریم. این خانواده هم یه سیستمه. یک سر کار داریم. سر کارمون هم یه سیستمه. این سیستم باید چیکار کنه؟ کار کنه. درسته؟ سیستم باید کار کنه. این سیستم باید کار کنه، اما هر سیستمی دچار مشکل میشه. هر سیستمی یه جارو برقی گرفته تا یک رابطه زناشویی، تا یک رابطه والدگری، تا یک رابطه رفاقتی، تا استخدام شدن توی یک جایی، تا عضو یک کشوری شدن، مهاجر یک کشوری شدن، هر چیزی. پس سیستم باید کار کنه، اما یک فرضی که وارده، همیشه فکتی که وارده اینه که هر سیستمی دچار خرابی میشه. یک مسئله‌ای براش به وجود میاد. چراغ چک، حالا ماشین رو در نظر بگیرید، چراغ چک خرابی رو قبل از اینکه انفجاری اتفاق بیفته اطلاع میده. حالا من 2 تا کار میتونم بکنم، در واقع 3 تا کار میتونم بکنم که یکیش اون مدیریت هیجان، 2 تای دیگه‌اش. چراغ چک روشن میشه، یعنی هیجان روشن میشه. من هیجانی میشم. هیجان روشن میشه. چی کار میتونم بکنم؟ 1 درون ریزی و عدم ابراز. خیلی همون با هیجاناتمون این کار میکنیم. یعنی غمگین میشم و بغض میکنم، اینجا نگه میدارم و این غم رو زندگی نمی کنم. حالا زندگی کردنشو قرار بهتون یاد بدم، سوء برداشت نشه که مثل جلسه قبلی این سوال ایجاد بشه اگه غم رو زندگی کنم چرخش بیشتر میشه. میخوایم بگیم چی کار میکنم؟ درون ریزی میکنم، عصبانی میشم، نگه میدارم. ایجاد شده دیگه، چراغ روشن شده. من فقط بهش اهمیت نمیدم و هی میخورمش هیجان رو. یه آب برای من لطفاً بیاره. چون من یه ذره تند اومدم، گلوم خیلی چیزه. یا درون ریزی میکنم و عدم ابراز و در چرخه فکر و تولید هیجان‌های بعدی میفتم. همه رو با مثال میگم، مثال امروز. و به بدنم آسیب میزنم. اصلا امکان نداره. من همین الان در کلینیک آوان که داریم کار میکنیم بررسی میکنیم تمام بیماری‌های اعصاب و غدد رو که ریشه روانشناسی دارن. بهش میگن بیماری‌های سایکوسوماتیک. بیماری‌هایی که یعنی کسی میاد برای مسئله تیرویدش پیش پزشک تیروید، ولی ما مطمئنیم کسی که مسائل مربوط به تیروید و غدد گردنش داره، حالا همون تیروید میشه، این فرد بغض فروخفته خیلی زیاده. اصلا کلا فرد درون ریزیه. یعنی افرادی که تیرویدیان کم پیش میاد که خیلی پرخاشگر عجیب غریبی باشن که بخوان نشون بدن و بروز بدن. این یه بررسی کلیه که تو تحقیقات هم هستش. ما میایم بررسی میکنیم. یعنی همه دیگه خودشون هم اینو قبول دارن. پزشکا هم الان دیگه میگن تو به بدنت آسیب میزنی از اعصابت، از استرست. وقتی که من درون ریزی میکنم. درسته؟ حالا یا من هیجان چراغ چکم روشن میشه، درون ریزی میکنم، قورتش میدم، اهمیت نمیدم، نه سعی میکنم بهش پاسخی ندم و میرم تا سرکوبش بکنم. واژه‌های روانشناسیش سرکوب و انکار هیجانات. سرکوب میکنم یا هیجانم رو به اندازه‌ای برون ریزی شده و غیر قابل کنترل نشون میدم،
مثلا خشمگین میشم، مردایی که خشمگینن، زنایی که خشمگینن، یه جوری دیگه داد میزنم، یه جوری دیگه گریه میکنم، یه جوری من اون اضطرابم رو نشون میدم که خود این هیجان حالا رابطه رو که خراب میکنه، هیچی، دوباره از اون ابراز شدید مسئله جدید برام ایجاد میشه. انقدر ابراز شدید به من هیجان دوباره میده و یه چیزی رو خراب میکنه دیگه. مثلا من خیلی شدید که سر فرزندم داد بزنم، فرزند من ترس شدید رو تجربه میکنه که درسته؟ پیامد رفتار من که اون ترس شدید فرزندمه در من شرم شدید تولید میکنه. من دوباره گیر یک سری هیجان میفتم. پس یا درون ریزی میکنم، میخورمش، در چرخه فکر میفتم. الان با مثال میگم. حالا راه حل سوم چیه؟ الان همه اینا رو با مثال میگم واضح بشه. بعد بریم. راه حل سوم اینه که من به چراغ چک اهمیت بدم. چراغ چک برای چی روشن میشد؟ برای که خبر بده از یک مسئله‌ای که تولید شده و من رو مجاب بکنه به این که برم سراغ حلش. درسته؟ پس میام به چراغ چک اهمیت میدم، میرم سراغ این که شناخت پیدا کنم به درون ماشین، شناخت درونی پیدا کنم. سلام، احوال شما؟ متشکرم. گفتن بهم، آره تماس گرفتن. من به این اهمیت میدم به شیوه درست، میرم سراغ این که شناخت پیدا کنم. حالا با یک آرامش بیشتری که قدمات توی اینه، منطقم میاد بالا. وقتی که اهمیت میدم و صدای این رو میشنوم، منطقم میاد بالا، تصمیم درستری میگیرم. و چون اهمیت میدم، از طریق همدلی رابطه رو ایمن میکنم، رابطه رو میسازم و این سیستم همیشه کار میکنه. حالا با مثال طبق همین من داشتم میومدم پیش شما و تپسی گرفتم. عین این مثال رو میذاریم دونه دونه میریم جلو. تپسی گرفتم، راننده تپسی به من زنگ زد که من مسئله نداره با یه نفر دیگه باشم. گفتم مسئله نداره. یه جوری هم تپسی رو گرفته بودم که من بعد 10 دقیقه تازه قبل از شروع کلاس اینجا می بودم. تپسی زد 5 دقیقه مونده که 3 دقیقه مونده که تاکسی به شما برسه. حدوداً 7-8 دقیقه گذشت و نرسید. منم صبر کردم چون زمان داشتم، حتی اگر سر 4 هم نرسیدم اوکی بود. تپسی رسید. یه خانوم حدوداً 40 ساله با دختر خانومشون با یه ماشین خب یه ذره خراب، یعنی ماشینی که خیلی رو به راه نبود، یه پرایدی. منم نشستم. از لحظه‌ای که حرکت کردیم این خانم معلوم بود نهایتاً 1 هفته است که گواهینامه داره، یعنی انقدر دست و پاشو گم کرده بود و نمیتونست همزمان هم به آدرس نگاه کنه، به چیزی که مپ بهش نشون میده، هم رانندگیشو بکنه و شاید بالای 10 بار تو بزرگراه ماشین رو خاموش کرد. من چه احساسی رو تجربه می‌کنم؟ اینجا یه مشکل بر من ایجاد شد. مشکل چیه؟ تأخیر در رسیدن به قرار و مسئله رانندگی این خانم. چه احساسی رو تجربه کردم؟ خب فوران خشم رو داشتم تجربه می‌کردم در درونم که با بس دیگه رانندگی بلد نیستی. حالا برون ریزی نمی کنم، فرض بر این بکن که من مدیریت هیجان بلد نیستم، کما اینکه بلد نیستم. یعنی توی این سالهایی که کار کردم فرصت اینکه هیجانی برخورد کنم رو کوتاه کردم. 1 دقیقه درگیر هیجان میشم، بعد میرم رو مدیریت هیجان و اینو انقدر قرار تمرین کنم که اون 1 دقیقه هم نشم. 1 دقیقه که من درگیر خشم شدم رو حالا در نظر بگیر. خب من نمیخوام اونجا برون ریزی کنم، آدم برون ریزی نیستم که داد بزنم، ولی یه عده که همون اول داد میزنن دیگه. یعنی کسی که برون ریز باشه در نظر بگیر. خانم چیکار میکنی؟ رانندگی بلد نیستی، چرا پشت فرمون میشینی؟ برو دیگه خانم، دیرم شد. این که میشه برون ریزی. آبم نیاوردم. من درگیر خشم شدم، سیستم آلارم میداد، واقعا قرمز شده بودم. یعنی اگر 1 بار بود مسئله‌ای نداشت، 10 بار توی بزرگراه خاموش کرد. به اضافه رانندگی پرخطر و اون دست و پاچگی که ممکنه دیگه داشت تجربه می‌کرد و به منم منتقل می‌شد. درون ریزی منو انداخت تو چرخه فکر. حالا من 1 دقیقه‌شو دارم میگم که برای که تجربه بکنیم. عصبانیم. اولی فکری که سراغم میاد اینه که نمیرسم. درسته؟ نمیرسم، دیر میرسم. این اصلا منو سالم برسونه؟ حالا با فکری که نمیرسم منو سالم برسونه میترسم، استراب دارم دیگه،
اضطرابم هم تولید میشه. دوباره همینجوری تو خودمم دوباره کی به تو گفت آخه زن حسابی بشینی پای ماشین، تویی که بلد نیستی. دوباره این فکر اومد و فکر رو میاد دیگه، طبیعیه. بعد من به این فکر که گوش میدم خیلی عصبانی شدم از تپسی، چون یادم اومد که ماه پیش هم یه همچین اتفاقی بر من افتاد. یه راننده‌ای که اوضاعش خوب نبود رو بر من فرستاده بود. خشم من از این که دیر میرسم و این ماشین خاموش میشه رسید به این که این خانم بلد نیست، بعد رسید به این که تپسی چرا این شکلیه و این دایره فکر هی برای من. و چقدر شر الان اونا چی میگن اگه من نیم ساعت دیر برسم، کسایی که اومدن کلاس چی با خودشون میگن؟ بعد باز این فکری که اونا چی میگن یه شرم تولید کرد. این چرخه میگم هیجان رو تولید میکنه، دوباره یه شرم تولید کرد و من در این چرخه فرض کنید من مدیریت هیجان بلد نباشم، چه اتفاقی میفته؟ هی نچ، هی اخ، هی خودم میخورم، اعصابم داغونه و این رو من هر چقدر بیشتر بمونم من بیام اینجا اصلا مگه میتونم کلاس رو شروع کنم؟ مگه میشه الان من اینجوری تون پشت سر هم سلام خیلی خوشم حرفا رو بگم میپره دیگه. شما دیدید وقتی درگیر هیجان میشید چقدر حافظتون ضعیف میشه؟ میپره کاری که می‌خواستین بکنین. درسته؟ حالا اگر با اون خانم درگیر نشم و دعوا نکنم و از ماشین که پیاده بشم زنگ نزنم به تپسی 4 تا شکایت بکنم و ستاره منفی بدم و این داستانا، تهش اینه که به خودم آسیب میزنم. درسته؟ پس این شد جریان این که من درگیر چرخه هیجان میشم. اگر درگیر چرخه هیجان درون ریزم نمی‌شدم که برون زش بود دیگه. داد میزدم، توهین میکردم، خانم اصلا نگه دار، پیادم کن، بعد دیرتر میرسیدم. یا اگر هم که میرسه اونم هول بود دیگه، اونم دست پاشو گم کرده بود، بیشتر هول میشد و شاید من اگر با 10 دقیقه تاخیر به جاش با 20 دقیقه تاخیر میرسیدم. خراب میشد سیستمی که قرار بود کار کنه، الان با یه مشکل کوچولو رسیده بود، خراب میشه. حالا مدیریت هیجان چی میگه؟ توی مدیریت هیجان میگیم که صدای هیجان اول از همه شما نباید بیفتید تو چرخه فکر. اگر تو چرخه مثال آسانسوری که براتون زدم، اگر شما نفهمید که هر هیجان یه فکر رو روشن میکنه، اگر این رو یاد نگیرید و بعد به بچه‌هاتون یاد ندید، از افتادن در چرخه فکر دست شما در نکن. از افتادن در چرخه فکر شما فردی هیجانی تر میشید یا فرزندتون که درگیر میشه. پس اولین قدم مدیریت هیجانی که من یاد داشتم این بود که نباید بیفتم تو چرخه فکر. الان افتادم، یه دقیقه است افتادم، یه دقیقه افتادم ها. حالا فرق اون کسی که مدیریت هیجان رو یاد میگیره با اونی که یاد نمیگیره اینه که یکی 24 ساعت میفته تو چرخه فکر، یکی میتونه یه دقیقه بیفته. خب دیدم که نباید بیفتم تو چرخه فکر. اول از همه استاپ. چی کار بکنیم تو چرخه فکر نیفتیم؟ میگین نمیتونی، این روشن شده. پس تو فقط میتونی توجه انتخابیت رو، چون ما انسان‌ها توجه انتخابی داریم. همین الان شما به صدای بنایی بیرون دقت نمی‌کنید. با اینکه صدا آزاردهنده است. درسته؟ چرا؟ چون توجه انتخابی دارید. انتخاب کردید به صدای من گوش بدید. اگر یه نفر اینجا باشه و آستانه تحملش پایین باشه، به صدای بیرون گیر میده. به دفعه بلند میشه که هیچ نمیفهمم. درسته؟ پس ما توجه انتخابی داریم. برای قدم اول مدیریت هیجان میگه خب الان فهمیدی چرخه فکر داغون ترت میکنه؟ فهمیدی؟ حالا برای که تو چرخه فکر نیفتی، بیا توجه انتخابیت رو بده به بدن. در قدم اول برای 1 دقیقه ها، برای 1 ساعت نمیگیم، برای 1 دقیقه توجه انتخابیت رو بده به بدن. ببین دهنم خوش شد، چقدر گرمم شد. چون عصبانی که میشیم، من اومدم قرمز بودم احتمالا چون عصبانی که میشیم حرارت بدن میره بالا، آب دهن خشک میشه. درسته؟ میگه توجهت رو بده به بدن. ببخشید من بخورم، تعارفم نکردم، عذرخواهی میکنم. وقتی تو توجهت رو میدی به بدن، دقیقاً مثل اتفاقی که الان داره میفته، صدا آزارش کمتر میشه. درسته؟ چون شما توجهتون رو دادید به صدای من دیگه. اگر تو این اتاق من حرف نمیزدم و شما لازم نبود به حرف من دقت کنید و این پنجره ها باز بود و اون صدای بنایی بود،
شما بعد از 2-3 دقیقه دیگه نمیتونستید تحمل کنید، اتاق عوض می‌کردید، پنجره رو می‌بستید. درسته؟ اما چون من اینجا حضور دارم، اگر 2 ساعتمون بیرون بنایی باشه، با توجه انتخابی اون رو میتونیم تحمل کنیم. درسته؟ خب پس ما اول توجهمون رو میدیم به بدن. هیجان داره کار میکنه، خشم هست، فکرم هست، ولی من با توجه انتخابی ریلکس میکنم که فشار کم بشه، از چرخه بیام بیرون. توجه به بدن گفتیم با چیه؟ گفتیم ما نمیتونیم ضربان قلب رو کنترل کنیم، نمیتونیم دمای بدن رو کنترل کنیم، ما فقط و فقط میتونیم تنفس رو و ورود مایعات رو کنترل کنیم. چون وقتی که هیجانی میشیم غلظت خونمون میره بالا، ما میتونیم آب بخوریم که غلظت خون رو مدیریت کنیم و میتونیم نفس بکشیم. وقتی نفس میکشیم داریم غلظت خون رو مدیریت میکنیم، داریم به بدن توجه میکنیم، از اون ورم داریم به یه کار خیلی اساسی رو هیجان میکنیم. شل کردن عضلات مثلا که عضلاتمون رو شل میکنیم. پس من برای 1 دقیقه این کارو کردم. شیشه رو دادم پایین، 2 الی 3 تا نفس عمیق کشیدم، آب که نداشتم، بزنم بدن رو ریلکس کردم. حالا ما یه توجه انتخابی دیگه داریم که این رو هم میگم توجه به محیط، یعنی هم به بدن داریم هم به محیط با حواس 5گانه. یعنی شما اگر سطح هیجانتون خیلی بالا نبود میتونید یه لحظه 1 دقیقه، اینا همه 1 دقیقه‌ایه ها، حواستون رو بدید به این که چه درخت‌هایی، چه هوایی، چه رنگ‌هایی، چه صدایی، برای چند ثانیه یا دقیقه، 1 دقیقه، چون توجه شما از اون چرخه فکر برداشته بشه. حالا بعد از این که ما توجه انتخابیمون رو میدیم به بدن و حالا به محیط، قدم بعدی شروع میشه. این 1 دقیقه عمرشه. قدم بعدی مشاهده افکار. یادتونه گفتم ما نباید فیوژن پیدا کنیم با افکارمون، به این همجوشی با افکار میگن فیوژن، یعنی ما غرق بشیم. یعنی من اون فکر رو قبول کنم، فکر میگه که الان برسم، کسایی که اومدن برای کلاس چی میگن؟ وای این چه بی‌مسئولیته که دیر رسیده، فکر بود دیگه که به من شرم داد. من بیام دفیوژن، مشاهده افکار کنم، افکار رو ببینم فکرم به هم میگه که اگر دیر برسی در موردت قضاوت میکنم، فکرم به هم میگه که این خانم دست و پا چلفتیه، بی‌مسئولیته، تپسی خیلی نرم افزار داغونیه که مثلا اومده همچین راننده‌ای رو گذاشته. من فکرم رو مشاهده کنم که فکرم داره بهم این رو میگه، اینها 100% حقیقت نیست. درسته؟ این شد مشاهده افکار. اینم برای 1 دقیقه. حالا اگر که ما چون اولش یاد نداریم میگیم بنویسید، افکارتون رو بنویسید، چون از نوشتن افکار الگوهای شما در میاد. از یه جایی به بعد میبینید هر جا حقتون خورده میشه یه جور فکر میکنید. اونایی که طرحواره نقص و شرم دارن هر جا حقشون خورده میشه آخرش انگوششون سمت خودشونه. من بدبخت، من از راننده شانس نیاوردم، من از تپسی شانس نیاوردم. اونایی که طرحواره بی‌اعتمادی دارن همیشه طلبکارن، یعنی یه جا که یه اتفاقی میفته همیشه افکارشون حول محور اینه که دیگران میخوان یه حقی از من ضایع کنن. درک ندارن. ما نمیخوایم اینجا طرحواره درمانی درس بدیم، اما یادتون باشه تو اون توضیحاتی که گفتم ما الگوی ثابت فکر داریم. شما الان همسرانتون، فرزندانتون، همسایه‌هاتون، خواهرانتون، برادرانتون رو دقت بکنید، الگوهای فکریشون رو پیدا می‌کنید. با اینکه روانشناس نیستید، نیاز نیست روانشناس باشه، کافیه بنویسه. میبینه که هر جا دکمش زده میشه یا چراغش روشن میشه حالت فکر کردنش بی‌اعتمادیه. کسایی که نقص و شرم دارن، افسردن، عزت نفس پایین دارن، میبینن که هر وقت یه اتفاقی میفته، یه خرابکاری، یه مسئله، اینا همیشه اینجوری فکر میکنن که تقصیر از منه، من بد، من خاک تو سر، منی که شانس نداشتم. از نوشتن این رو پیدا میکنید. خب واسه همین میگم بنویسید. ولی اگر اهل نوشتن نیستید، نوشتن سخته، هرچند که من باید قسم بخورم اینقدر نوشتن مهمه، شما 6 ماه خودتون رو وادار بکنید به نوشتن، بعد معجزش رو میبینید. اما فرض میگیریم که حوصله‌اش رو ندارید، چون بعد از نوشتن بعد میشید مثل من، اتومات میشید. یعنی میتونید حالا بعدش فقط افکارتون رو مشاهده کنید، نیازی نباشه که بنویسید. اما من فرض میکنم شما نمینویسید، مشاهده کنید افکارتون رو قبول نکنید با همین جمله هایی که فکرم داره اینو بهم میگه.
فکرم داره اینو بهم میگه. همین که بگید فکرم داره اینو بهم میگه یعنی فکرم یه چیز جداست دیگه. نمیگید این حقیقت. مرحله بعد این شد قدم اول، این شد مشاهده افکار قدم دوم. قدم سوم انعطاف پذیری شناختی. انعطاف پذیری شناختی. البته این قدم چهارمه، ببخشید. قدم سوم میشه پذیرش یا درک لحظه، صلح با لحظه. پذیرش اتفاقی که افتاده. یک بخشی که ماها نمیتونیم مدیریت هیجان کنیم اینه که وقتی مشکلی به وجود میاد انقدر روی مشکل فوکوس داریم که روی حل مسئله نمیتونیم فوکوس داشته باشیم. افرادی که بعد از اینکه این رو گذروندن در درونشون این حس بیاد که حالا که شد، اولین چه حالا که شد، الان این اتفاق افتاده، الان متوجه خیانت شدم، الان متوجه سیگاره شدم، الان غذای سوخته، الان همسایه بد گفته، الان ماشین پنچر شده. خب هیجان رو بپذیره، افکار رو ببینه و بعد بگه که اوکی الان شد، از اینجا به بعد دوباره یک پروژه جدید، یعنی درگیر گذشته نشه، گذشته که همون 2 دقیقه قبله، بپذیره، همراهی بکنه با اینکه خب الان چیکار میتونیم بکنیم؟ الان این اتفاق افتاده، من حالم بده، حق دارم حالم بد باشه، سیستم به مشکل خورده، رابطه به مشکل خورده، حق بدم، بپذیرم احساس رو، اتفاق رو. درسته؟ با همین پذیرش که این خودش یک سبک درمان شد ها. این انقدر قدم مهم و این انقدر قدم مهمی در همین مسیر مدیریت هیجان بود که تبدیل شد به یک درمان روانشناسی به اسم اکت، اگر شنیده باشین. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. آره، پذیرش و تعهد که روی پذیرش افراد کار میکنه. حالا بعد از اینکه اینو پذیرفتم، قدم چهارم انعطاف پذیری شناختی. حالا شلوغم نوشتم. یعنی چی انعطاف پذیری شناختی؟ یعنی من به خودم بگم تو همون لحظه‌ای که توی ماشین نشستم که این افکار اومده که خانم عجب دست پاچه است، تپسی عجب نرم افزار داغونیه، من الان دیر میرسم، منو قضاوت میکنن، همون لحظه انعطاف پذیری شناختی، همون 6 انگلیسی که گفتم، یکی این ورش وای میسه 9 میبینه، یکی این ور وای میسه 6 میبینه. یه لحظه اونجا به خودم بگم خب زهرا اگه بخوای یه جور دیگه ببینی، بخوای تغییر بدی چجوریه؟ اینکه منم یه روزی راننده بودم، اعصاب همه رو خورد کردم تا راننده بشم. شاید با توجه به وضعیت پوششش و ماشینش و اینکه دخترش کنارشه میتونه جدا شده باشه، میخواد ببینه میتونه کار کنه یا نه، مثلا با تپسی. و واقعا اینا اومد، فکر نکنید ایدئال دارم میگم، در کسری از ثانیه شما انعطاف پذیری شناختی رو کار کنید، میتونید یه جور دیگه ببینید، یه جور دیگه ببینیم. شاید هم نه، آدمی مسئولیتی نیست که حالا خوشی زده باشه، زیر دلش بلند شده باشه، فقط بیاد توی خیابون وقت بقیه رو بگیره، مجبوره. الان اومده اولین مسافرش هم شاید منم یا دومین مسافرش که میخواد این مسیر رو تمرین بکنه. نه، من همیشه 10 دقیقه زودتر سر کلاسا رسیدم. قطعاً با این شور و شوق و همراهی که داشتم قضاوت هم نمی‌کنم. اگر قضاوت هم کردن میتونم براشون توضیح بدم. این باز دوباره انعطاف پذیری شناختی که نه، میتونه این فکر هم درست نباشه. درسته؟ فکر بعدی که اومد تپسی نرم افزار داغونه. نه واقعا من یه بار سوار یه MVM شاسی بلند از نرم افزار تپسی شدم. یعنی اینطوری هم نیستش که همیشه ماشینای داغون و راننده‌های داغون فرستاده بشه. خودم باید به خودم در همون لحظه که دارم قدم‌ها رو میرم بگم که افکاری که تو رو آزار داده رو بعد از اینکه مشاهده کردی انعطافشون بده. ببین میشه جور دیگه هم نگاه کنی؟ نه اونوری نگاه کردن درسته، نه اینوری ها. همش فرضه دیگه، درسته؟ ولی مسئله اینه که با فرض‌هایی که دفعه اول برای انسان ایجاد میشه چرخه هیجان همینجور شدت میگیره، با فرض‌هایی که برعکسش میده انگار چوب لای چرخه اون چرخه میکنی. سرعت هیجانی برخورد کردنت کمه. من بعضی وقتا اینجا رو که درس میدم بعضی میگن مثلا پوزخند میزنن، میگن که حالا مثلا ما الان در مورد سیگار کشیدن فرزندمون چجوری میتونیم منعطف فکر کنیم؟
اصلا نمیره تو کتش که باید منعطف فکر کنه. فکر میکنه اگر منعطف فکر کنه یعنی اون فرزند و اون کارش رو پذیرفته، حقم داده، یا اگر مثلا در مورد خیانت همسرم که دیگه نمیتونم منعطف فکر کنم که. مثلا فکر میکنن اگر منعطف فکر کنن به معنی اینه که کار اون آدم رو پذیرفتن، آره تاییدم کردن، دیگه هیچی دیگه از فردا میخوان خوش و خرم زندگی کنن. در صورتی نیست. ما فقط با منعطف فکر کردن در لحظه‌ای که میخوایم هیجانی انجام بدیم، میخوایم چوب لای اون چرخ سرعت گیرنده هیجان بشیم. درسته؟ کاری که تو مدیریت بحران براتون میکنن، این سازمان 123 یا مشاورهای تلفنی اگر زنگ بزنین، چیزی که به ما یاد دادن در دوران دانشجوییمون که شما یه سری مشاوره هایی دارید طولانی مدت، خب فرد میاد در آرامشه و ما اینو کار نداریم. یه سری مشاوره هایی دارید مدیریت در بحران، طرف زنگ میزنه همین الان بهتون میگه من یکی کشتم، میخوام یکی بکشم، یه اتفاق بزرگی افتاد. اینجا دیگه نمیشه بگی عزیزم سعی کن الگوهای طرحواره‌ایت رو بشناسی، نمیشه دیگه. این مشاوره در بحران میگه بدید و در مشاوره در بحران به ما یاد میدن که سریع انعطاف پذیری شناختی بهش بده، سریع بهش چیزی رو القا کن. اگر میگه همین الان منو میگیرن، من بدبختم میگم من یکی کشتم یا مثلا یکی رو نکشتم، هول دادم یه نفر سرش خورده به دیوار، اون چرخه فکرش اینه که سرش خورد به دیوار، این مرد، منو میبرن زندان، اعدامم میکنن، زن و بچه‌م میمونه فلان فلان، و بعد تصمیم‌های هیجانی خیلی عجیب غریب. و اگر زنگ بزنه از شما مشاوره بگیره، شما اون لحظه اگر تحقیرش بکنید و اینا که هیچ اوضاع خرابه میشه دیگه، اصلا هیچی رابطه رو خراب میکنید، تلفن رو قطع میکنه. اما اگه بگید که صبر کن، چرا فکر میکنی حتما مرده؟ میدونی چند نفر بودن که سرشون خورده به زمین، مثلا میگم الان این بداهه رسید به ذهنم، سرشون خورده به زمین رفتن تو کما، بعد یه ماه آزاد شدن. میدونی ممکنه قطره غیر عمد بخوره تو فقط زندان بری، ولی اینجوری ممکنه که مثلا یعنی اون داره یه جوری فکر میکنه، تو بهش یه جور دیگه فکر میدی، شاید این نیست، واقعا کشتتش قتل عمدم میشه، یه اتفاق دیگه هم میفته. ولی شما وقتی سریع بهش چیزی که ضد فکرش رو میدی، باعث میشی ترمز هیجانی رفتار کردنش چی بشه؟ کشیده بشه برای موقت. پس خودتون اول بعد این انعطاف پذیری شناختی رو در خودتون تمرین کن، بعد یادتون میدم چجوری به فرزندانتون کمک کن. حالا من بعد از اینکه انعطاف پذیری شناختی پیدا کنم، چه حسی برام میاد بالا؟ دیگه تعصب میره کنار. یعنی تعصب و اون کسی که فقط در مبنای ذهن خودش رفتار میکنه، کسی که نمیتونه از دیدگاه دیگه نگاه کنه. به محض اینکه انعطاف پذیری شناختی میکنم، دستاوردش همدلیه و تعصب میره کنار، ضد تعصب. یعنی منی که تا قبل از این توی یه دقیقه قبلی میگفتم خب دستو چرفتی چی کار میکنی تو خیابون، این افکار داشت میومد، منو دیر رسوندی، 10 بار خاموش کردی، نزدیک تصادف کنیم. به محض اینکه با انعطاف پذیری شناختی نوردم که شاید نیازمنده، شاید از همسرش جدا شده، میخواد یاد بگیره راه تولید درآمد رو و فلانا، همدلی من اومد بالا. درسته؟ تعصب من خوابید. ذهن من که چرخه گرفته بود که بره دیگه داغون بکنه یا خودم رو یا اون رو، ترمزش کشیده شد. حالا در این لحظه که من احساس همدلی میکنم، حالا همدلی ممکنه همدلی با خودم باشه، یه وقتایی یا همدلی با خودم یا همدلی با دیگری که عامل ایجاده. یه وقتایی خودم زدم غذامو سوزوندم، خودم زدم ماشینمو به تصادف رسوندم، این چرخه دوباره ایجاد میشه. درسته؟ ولی من اونجا حالا قیزی که دارم به خودمه، از خود همدلی با خودمم باید داشته باشم که واسه این تو تمرین‌ها میریم. اینو کامل میکنم، سوالت یادت نره. حالا همدلی که میکنم، تعصب که میخوابه. اینجا آزمایش ها نشون داده شما هیجان رو دیدید، بدن رو دیدید، صدای همه اینها رو شنیدید و تقریبا توی این مسیری که دارید میایید الان دیگه باید 2 تا 3 دقیقه یا 4 دقیقه گذشته باشه، چون اینا همه هر کدومش 1 دقیقه زمان میبره دیگه. درسته؟ 2 3 تا 4 دقیقه زمان برده. عمر هیجانی که از مغز پس سری فرمان میده و شما رفتارهای هیجانی میکنید نهایتاً 5 دقیقه است. 5 تا 6 دقیقه. یعنی شما گرفتید اون فشار خیلی شدید رو گرفتید، زمان گذشته، هیجان دیگه کم کم در حال کم شدنه. چون هیجان در حال کم شدنه،
بدن داره خودش رو، این بدنه ها، اینو آزمایش اسکن کردن، بدن داره خودش رو میبره به سمت اینکه از کورتکس استفاده کنه، از منطق استفاده کنه. حالا اینجا همدلی کردی، صدای هیجان رو شنیدی، صدای هیجان شنیده شد، مثل چراغچکی که دیدیش، ترمز زدی بغل، زندگی کردی هیجان رو، منطق میاد بالا. حالا وقت منطقی فکر کردنه، حالا وقت پیدا کردن راه حل. مشکل ایجاد شده دیگه، افکارتو گوش ندادی، چون وقتی به افکار گوش بدی که راه حلی وجود نداره. افکاری که به من حمله میکنه اینه که این خانم دست و پا چلفتیه، من راه حل دارم جز این که داد بزنم؟ نه. ولی وقتی اینا رو زندگی میکنم میرسم به این مرحله، الان 2 دقیقه 3 دقیقه گذشته، خب زهرا راه حلت چیه؟ سعی کنم اینو عصبی ترش نکنم که 10 بار خاموش کردنش به 15 بار نرسه. تهش اینه که من با 20 دقیقه تأخیر میرسم. رسیدم اونجا میتونم توضیح بدم. میتونم الان زنگ بزنم به همکارم که اونجاست بگم یه توضیحی بده. میتونم صبر کنم، میتونم نگه داره، مثلا بگم نگه داره با تاکسی دیگه برم. به راه حل میپردازم. حالا کدوم راه حل منطقیه؟ من نگه داره تاکسی دیگه سوار بشم چقدر زمان ازم گرفته میشه؟ زنگ بزنم همکارم توضیح بده چه چیزی رو حل میکنه؟ خودم قراره بیام دیگه 5 دقیقه بعد 10 دقیقه تصمیم میگیرم. باش. حالا که نگاه میکنم بدم نشد، امروز کلاس مدیریت هیجان دارم، میرم همین رو مثال میذارم توضیح میدم. گزینه دیگه ای دارم؟ نه. گزینه‌های دیگه این مشکل رو حل نمیکنه. سیستمم به مشکل خورد، الان فقط اینجوری حل میشه. حالا آیا باز هم احساس آرامش دارم؟ نه، چون یه بخشی از این حل مال منه، یه بخشی از این حل مال اونه. نفس عمیقم رو کشیدم، خودم رو ریلکس کردم، به راه حل فکر کردم، منطقی فهمیدم که بهترین کار اینه که صبوری کنم و هیچی نگم و یک 5 دقیقه‌ای که مونده بود به مسیر برسیم، دقیقاً از اول هفته تیر گفتم خانم شما تازه گواهینامه گرفتین؟ خیلی آروم نبودم ولی عصبی هم نبودم. گفت نه آره یه ذره ببخشید ماشینم خرابه. گفتم نه، چون من خیلی دیرم شده و احساس کردم تازه گواهینامه گرفتید باهاتون همدلی کردم، ولی بهتره قبل از اینکه کسی رو سوار کنید بهش اطلاع بدین، چون شما 3 دقیقه مونده بود به من برسید، 7-8 دقیقه طول کشید که برسید، احتمالاً به خاطر این مشکل ماشینتونه. و پیاده شدم. ابراز کردم دیگه، فقط ابراز درست کردم. درسته؟ ولی اینجا چون رابطه من نبود دیگه نیازی نبود من قدم بعدیش رو برم که بهش بگم راه حل چیه. دفعه بعدی که خواستی بیای دنبال من لطفاً از 10 دقیقه قبلش بیا، ماشینت سالم باشه. اما اگه اینجا رابطه من بود، یعنی نه تنها خودم سیستم بودم که این رابطه هم یه سیستم بود، اون همسر من بود، خواهر من بود، راننده همیشگی من بود. من اینجا یه نقطه دیگه، یه مرحله دیگه هم باید برم. پس بعد از منطق شد ابراز، منطقی بررسی کردن، بعد ابراز درست، ابراز برون ریزی نه. ببخشید قدم به قدم شده، یادداشت شلوغ شده، خودتون طبقش یادداشت بکنید. بعد از ابراز درست، چون من میخوام اونم با من همدلی کنه، نمیخوام فقط همش، اون دوست عزیزمون جلسه قبلی میگفت ما همش خودمون بریم جلو. نه، من خودم به تنهایی سیستمم، باز من در این شرکتی که کار میکنم یه سیستمم، من در این خانواده یه سیستمه. درسته؟ همونطور که این سلول بدن من نباید درد بکنه، این سلول در کاری که با بقیه سلولا میکنه نباید خلل ایجاد کنه. پس من اول یه بخشی از مدیریت هیجان رو خودم میرم، 50% مال منه، اما 50% مال دیگریه. چون اگه من همش هی با خودم حل کنم، فرض کنید اون راننده همیشگی من باشه، من همش با خودم حل کنم، خب مسئله پابرجاست دیگه، هی مسئله ایجاد میشه. ولی ما گفتیم مدیریت هیجان یعنی چی؟ یعنی حل این که رابطه حفظ بشه. فرض کنید این آدم مادر من بود، همسر من بود، من اگر غیر از این مسیر باهاش میرفتم رابطه خراب میشد دیگه. یا درونم میریختم، بی ارزه، بی مسئولیت،
تو ذهنم رابطه خراب میشد و قطعا به زبان بدنم میومد. ما جلو زبان بدن که نمیتونیم بگیریم، درسته؟ و چرخه فکر همینجور تولید میشد. فکر این که همسر من بی‌عرضه است، همسر من بی‌مسئولیته، همسر من به فکر قرارهای من نیست و اینا میموند و الگوهای بیشتر، طرحوارهای بیشتر، ناخودآگاه بیشتر. یا اگر اینو نمیکردم بعد داد میزدم سرش دیگه. برای چی این کارو کردی؟ و 100% حتی اگه اون سعی میکرد منو خوب برسونه، رابطه من باهاش خراب شد. برای همون لحظه. و این مشکل جدید رو تولید میکرد. برای اون هم دوباره یک مسئله ایجاد میکرد. درسته؟ اما من وقتی از این چرخه بیام بالا به این مرحله اون فرد همسر من باشه، حالا اینجوری بهش میگم که ماشینت خراب شده بود؟ اطلاع ندادی؟ چون چند بار خاموش شده. آره ماشینم خراب شده. خب من دیرم میشه. من استرس کلاسمو دارم. من همیشه به خوشقولی پایبندم مثلا. نگرانم، مثلا دوست ندارم دیر برسم. البته خاموش شده واقعا اذیت میشم. همش با خودم میگم ببین از احساساتم و افکارم به شیوه درست که این میشه دیگه این میره تو درسایی که این عزیزمون دفعه قبلی پرسید مهارت ارتباط موثر یادمون میدید. بله در این مرحله ما احتیاج داریم مهارت ارتباط موثر یاد بگیریم که چه جوری از افکار، احساسات و درونیاتمون به یک نفر بگیم که اون بتونه ما رو بپذیره بدونی که قضاوتمون بکنه. درسته؟ بعد اینجا به کسی که همسرم بود میگم و رابطه‌ام حالا کار میکنه. حتی اونم به درک میرسه. اگه بهش بگم خیلی استرس دارم، مثلا احساس ناراحتی، خجالت میکشم، من دیر برسم، چی بگم؟ من میتونستم نیم ساعت زودتر زنگ بزنم شما بیاین، یا شما میتونستی به من بگی ماشینت خرابه. مثلا اگه این آدم همسرم بود. بعد درک میکنه دیگه، درسته؟ وقتی با این زبان ارتباط موثر بگیم درک میکنه. وقتی فرد درک میکنه من احساس میکنم تموم شد. چراغچک تولید شد که یک نیازی رو پاسخ بده دیگه، یک مسئله رو حل کنه. مسئله همین الان به خودی خود تموم شد. درسته الان این نیم ساعت رو دیر رسیدم، اما بعد در نهایت میگم خب پس از این من بعد اگر اینجوری شد، چون شما سابقه داری، اگر سابقه داشته باشه زودتر به من بگو، منو درک کن، اصلا من اضطرابیم، نهایتا من دیر برسم بعدم دارم شناخت میدم. یعنی ما گفتیم اینجا این قراره کمک کنه به شناخت، یه قسمت به شناخت درون من. وقتی من صدای هیجاناتمو بشناسم از یه جایی به بعد متوجه میشم آقا من آدمیم که دکمم سر تأخیر وقت زده میشه، من آدمیم که دکمم سر نظم زده میشه. داریم دیگه، هممون داریم. بعد اینو میتونم هم خودم بفهمم یا آقا چیکار، من آدمیم گرسنه باشم عصبی میشم، شناخت پیدا میکنم چون نمیتونم سرکوب بکنم. این سیستم، هر سیستمی یه چراغچک داره، به یه دلیلی هیجانی میشه. نه نیستید مگه؟ همینجوری دیگه. من با گوش دادن به هیجانات یک متوجه میشم که این سیستم دکمش کجا زده میشه. دو، حالا اگر این روش رو درست برم میرسم به مرحله همدلی در یک رابطه ایم. رابطه زوجیه، رابطه دوستیه، رابطه همکاریه. میگم که ببین من اصلا گرسنم میشه، اصلا حالا بعد تأخیر منو اذیت میکنه. اون میتونه منو درک بکنه. درسته؟ حتی این رابطه میتونه در مورد فرزندم باشه. خواب تو مامان اصلا برای من خیلی مهمه. خودم چون کم خوابی آزارم دیده. وقتی تو کم میخوابی من همش فکر میکنم مثلا به بدنت آسیب میزنی، هورمون رشدت خراب میشه. نمیتونم کنار بیام با این موضوع. یعنی اگر متخصص بگه قبول میکنم، اما متخصصا میگن و عذاب وجدان مادرانم میاد بالا. چی کار کنیم؟ راه حل چیه؟ بعد دارم با همدلی بیانش میکنم دیگه، مسیر رو آوردم جلو. حتی اجازه میدم حالا اونم بگه از شرایطش، که اینجا دیگه میشه مهارت ارتباط موثر. من این جلسه درس نمیدم، تا اینجا شو درس دادم. این تیکه مهارت ارتباط موثره که باید یاد بدم، چه جوری بگم، چه جوری بشنوم، به اون یاد بدم بگم. و بعد با هم به یک جواب منطقی میرسیم. حالا با هم دیگه به یک جواب منطقی، راه حل میرسیم. حالا آیا راه حل جواب میده؟ نه. راه حل باید 10 بار تکرار بشه، چون ما آدمیم دیگه، دوچار خطا میشیم. ما بعد از 10 بار یاد دادن دستشویی بچه‌مون از پوشک گرفتیم، بعد از 10 بار التماسی که خواست شیر بخوره از شیر گرفتیمش، بعد از 10 بار که تونستیم برنامه بریزیم تونستیم برنامه‌مون اجرا کنیم، چون مسیر سیناپس جدید عصبی در مغز حداقل 10 بار احتیاج به تکرار داره. ولی من وقتی این مسیر رو میرم هی قلق گیری میکنم.
این دفعه به همسرم گفتم تو رو خدا سر جد دیر نیا، من رو ساعت حساسم، دفعه بعدی که دیر میاد من این مسیر رو درست اومدم دیگه ابراز کردم. میگم یادت دفعه قبلی هم اینجوری شد می‌خواستم برم کتابخونه، تصمیم گرفتی 10 دقیقه قبل زنگ بزنم، 10 دقیقه قبلم زنگ زدی ولی خب بازم ما مثلا دیر رسیدیم. یه مسئله دیگه، مهمونی داریم میریم دیر رسیدیم. چیکار کنیم درست بشه؟ یه راه حل رو دفعه اول بهش رسیدیم، این راه حل رو دفعه دوم، راه حل بعدی رو دفعه سوم و اون آدم هی بیشتر به فضای من نزدیک میشه. قبول داری؟ هر چی بیشتر هی از خودم بگم، تو دوستای صمیمی اینجوری هم دیگه. هر چی بیشتر از خودم میگم، هی در مورد این موضوع گفتگو میکنم، رابطه حفظ میشه. چیزی که تو این کتاب، امروز کتابش هم آوردم که نه هر بار قلقگیری میکنیم چون میگیم که چی شد انجام نشد. مامان جلسه قبلی دخترم ما با هم صحبت کردیم، مثلا 10 روز پیش گفتم که مثلا از گوشی باید 1 ساعت استفاده بکنیم، صحبت کردیم با هم، بررسی کردیم، دلایل رو گفتیم، قرار شد فقط ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر استفاده بکنیم. اما مثلا امروز باز من دارم میبینم شما 2 ساعت نشستی سر گوشی، چی شده؟ چی کار بکنیم؟ دفعه قبلی قرار شد من به شما بدم شما خودت بیای گوشی رو بذاری، اما من امروز نگاه کردم دیدم 2 ساعت نشده، چی کار بکنیم؟ دوباره مرور میکنم. من وقتی درگیر بازی میشم نمیشه، اصلا نمیتونم یه بازی رو رها کنم که. خب چی کار کنیم؟ میخوایم مثلا بازی تو به جای آنلاین آفلاین کنیم که آفلاینه دیگه نیاز نیست حتما تو اون حضور داشته. میخوایم من بیام بگیرم؟ میخوای به جای 1 ساعت بکنیم 1 ساعت و نیم؟ من این شخصا امتحان کردم با پسرم 19 سالشه، خیلی درگیر چانه زنی میشن دیگه همیشه. کی چانه میزنه اگه گفتی؟ نه چه کسی چه شخصی چانه میزنه اگه گفتی؟ میری میخوای یه محصولی رو بخری، چی میشه چونه میزنی؟ به سلام احوال شما قربانش، به راه حلی که داری به اون قیمت اعتماد نداری، قطعیت نداری، درسته؟ فرزند شما وقتی با شما چانه میزنه که اصلا نتونسته شما رو درک کنه، فقط میخواد بپذیره دیگه. حالا مامان میگه باید اینترنت رو کم استفاده کرد، در صورتی که تو در مهارت ارتباط مؤثر گفتم مثلا این مال این جلسه نیست و جلسه بعدی مهارت ارتباط مؤثر درس میدم و تمام، اون 6 جلسه هم که در نظر داشتم تمام میشه. در مهارت ارتباط مؤثر میگیم قانع سازی افکار، ملاقات کردن جایگاه فکری. یعنی من هر جا با فرزندم با همسرم به مشکل میخورم، اون اینجا وایستاده من اینجا وایستادم، من میگم 6 اون میگه 9. برای اینکه ما ارتباطمون مؤثر بشه یه بار باید بگم بیاد اینجا جای من، یه بار من برم جای اون. خب و اینا تکنیک دیگه که جلسه بعدی میگم. و انقدری که اون دقیقاً شبیه من فکر کنه، بفهمه دقیقاً که واقعا فرزندی که سر ساعت گوشی چونه میزنه، یا منی که با سفت وای میسم منم چونه میزنم دیگه، یا من نتونستم اونو درک کنم. اصلا من نمیدونم، مثلا من یه بار با یک بچه صحبت میکردم، بعداً برام توضیح داد، گفتم خب چرا مثلا حالا 1 ساعت با 1 ساعت و نیم چه فرقی داره قرار گذاشتی؟ گفت آخه من بازی آنلاین میکنم، توی آنلاین تیم دارم، بعد من نمیتونم اون لحظه، من حدودی گفتم 1 ساعت، گاهی وقتا خب من اصلا نبودم، من در زاویه اون نبودم، من بازی رو منچ تصور میکردم که مثلا حالا 1 ساعت بازی کنه یا چقدر. وقتی اون به من توضیح میده زاویه دید من با اون یکی میشه، بهش میگم آها پس برای تو نمیشه 1 ساعت در نظر گرفت، برای تو باید بازه در نظر گرفت، بین 1 الی 2 ساعت خوبه؟ میشه؟ آره 1 ساعت و نیم گاهی وقتا تموم میشه. یا اون نمیتونه منو درک کنه، یعنی چرا باید 1 ساعت بازی کنم؟ من نتونستم قانعش کنم جایگاه فکرمو نشون بدم، فکر میکنه فقط من یه مامان زورگوی بد اخلاقی ام که حالا میخوام بگم دیگه، بعد هیچ چونه میزنه. ولی این تو مهارت ارتباط مؤثر. اجازه بده جلسه بعدی بگم که دوباره مثل جلسه قبلی سوء برداشت نشه. این نشست، الان میرسیم به سوالتون، این نشست درونتون که یعنی چی؟ آره که بعد من بخوام ریز قدما رو بگم، حالا هرچند اینا رو گفتم ولی بعد ریز قدما رو دیگه کتاب‌ها رو میام بهتون معرفی می‌کنم، میگم ریز قدما، چون ریز قدمای مهارت مدیریت هیجان خیلی زیاده که میشه نقاشیش بکشید، بعد دیگه خودتون اجرا کنید، هزاران چیزه که جلسه اول بهتون گفتم وقتی کلش رو بفهمید بعد چرایی رو میفهمید که چرا کی میگه نفس بکش، چرا کی میگه آب بخور. ما یه جای خانومه رو دیدم، سوالت یادت نره من چون نمیخوام کلامم قطع بشه، میگفت که شکلات‌های هیجانی از این آب نبات‌های کوچولوی ریز بخرید بذارید، هر موقع عصبانی شدید اینو بذارید تو دهنتون.
خب منی که اگه مدیریت هیجانی داشته باشم مثلا مسخره تو شکلات بذارم که چی میشه، این به همه رو که نمیگه که، ولی اون شکلات رو میگه چی؟ میگه فاصله زمانی بنداز. تو داری شکلات میخوری دیگه، مجبوری به بدن توجه کنی، به یه طریق حواست به بدن باشه. مثلا به خودت بگی تا وقتی شکلات خوردم حرف نزنم. داری اون 4 دقیقه 5 دقیقه که گفتم که میگه اگر تو فقط 5 دقیقه از جایی که رفتار هیجانی قرار نشون بدی فاصله بگیری، من به جای شکلات میگم دستشویی. خیلی به نظرم گزینه خوبی. خودتو بنداز تو دستشویی. 5 دقیقه هم عدد طبیعی، یا آبی هم میزنی و واقعا میبینی فروکش کرد 50%ش در صورتی که این مسیر رو بری. چون که حالا منطق میاد بالا. ولی اگر شما این مسیر رو نمیدونستی، حالا من میومدم ریز قدم بهتون میگفتم تنفس کن، نمیفهمید تنفس برای چی کنی. نامفهوم بود براتون مدیریت هیجان. پس ریز قدم‌ها رو هم قراره بهتون بگم، شاید هم بعضی‌ها رو نگم، بگم برید کتاب بخون. الان دیگه سوالت رو میتونی بپرسی. این کتاب خیلی خوبه ولی اینایی که گفتم رو نمیگه. این کتاب چی میخواد بگه؟ در عینی که داره هیجان رو یاد میده، بیشتر روی اون واژه همدلی کار میکنه. شما وقتی اول تا آخر این کتاب رو بخونید متوجه میشید که چی دستگیرتون میشه. اسپویلش کنم براتون. اولا که در نظر بگیرید آقای گاتمن و آقای گلمن کسایی هستند که روی هیجان کار کردن و هر چی کتاب از اینا دیدید بخونید هیچ سواد هیجانی شما رو بالاتر میبره. اما حالا این کتاب که دیدید اوکی شد. اما توی این کتاب چی میگه؟ میخواد شما رو در نهایت برسونه به این که رابطه ارزشمندترین چیزیه که شما دارید. اون رابطه با همسره، چون رابطه کار میکنه. بچه شما از یه معلمی که رابطش باهاش خوبه حرف شنوی داره. خود شماها، من قشنگ یادمه اینم بگم، آدمی نبودم خیلی اعتقادات دینی داشته باشم واقعا. استادی داشتم که عاشق این استادم شدم، یعنی روانشناسی رو به معنای واقعی، به معنایی که من فکر کردم که بعد فروید ایشونه دیگه اینقدر مسلط یاد میداد. من اعتقادات دینیم خیلی قوی نبود، یا حدی که حالا دیگه اصلا رو تربیت دینی هم کار نشده بود. در سن 25 سالگی این استاد رو ملاقات کردم. به قدری رابطه من با ایشون خوب بود، به قدری احساس اطمینان و صمیمیت. بعد ایشون مذهبی بود، لابلای درسایی که میداد مذهبیات میداد، یه سری کتابای دینی درس میداد، یعنی لابلای روانشناسی. بعد من علاقه‌مند به دین شدم بدون اینکه علاقه‌مند به دین باشم. برای شما پیش اومده دیگه، عاشق ادبیات میشین چون استاد ادبیاتتون رو دوست دارین. درسته؟ حرفای دوستای صمیمی چقدر رو آدم اثر داره. یعنی کار 100 تا مشاور رو میکنه. وقتی رابطه رو با یه نفر خوب میکنی، حالا بعد این کتاب میخواد به شما یاد بده رابطه هست که کار میکنه. شما اول بعد رابطت رو اوکی کنی، بعد مسئلت رو. اگه فقط تمرکزت رو مسئله باشه، چرا شوهرم پول نمیده؟ چرا بچه‌م درس نمیخونه؟ شما رابطه رو از دست میدی. بیا رو همدلی کار کن، بیا رو درک کار کن. در واقع این کتاب اینایی که بهتون گفتم رو یاد نمیده ها، ولی به نظر من بهترین کتاب در حوزه مدیریت هیجان، چون به شما همدلی رو یاد میده، چون به شما اهمیت رابطه رو یاد میده. از یه جایی به بعد شما همینو که یاد بگیرید انگار یه جوری اینا رو یاد گرفتید. سوالتون رو بپرسید. خواستم بدونم در مورد مدیریت بحران یا انعطاف پذیری موضوع داشتیم صحبت می‌کردیم، ما اینو برای بچه‌های خودمون هم میتونیم داشته باشیم. مثلا تو اوج خشم، مثلا خیلی عصبانیت، ما بیایم این زاویه دیدامون رو مثلا یکم بهشون بدیم. آره، اصلا تمام کاری که میکنیم اینه، ولی قدما رو اگر فکر کنم کتابش رو آوردم، اگر نیاورده باشم دیگه جلسه بعدی قول بدم همینجا یادآوری هم به من بکنید آقای پراکبر که نزدیک شدم. آره که بیارم. اگر مراحلش رو نری سری فکرت رو بگی احساس درک نشدن میکنه. پس بعد ما از اول بیایم اینو باهاش کار کنیم. دقیقاً مثلا میگم این فکر کنم ما درکش نکردیم. چی میگی؟ اینجا اگر مهارت ارتباط موثر رو یاد بگیرید و این کتابی که گفتم یاد میگیرید که قدم‌های اول روی اون مشاهده افکار، پذیرش احساسات، زمان 10 دقیقه‌ای، یعنی من دارم مکالمه میکنم، بچه من داره میگه دوستم منو دوست نداره، هیچکی با من دوست نمیشه، من همون لحظه احساسشو نپذیرم، درک نکنم، همدلی نداشته باشم، 10 دقیقه رو زمان دادم بگم دختر جان مسخره بازی‌ها چطور اینجوری فکر میکنی؟ من همراه نشدم با اون. درسته؟ تو مهارت ارتباط موثر میگه مثلا باید یه زمانی رو قائل بشید برای اینکه احساس اون رو بپذیرید.
احساسش رو بپذیرید و توضیح منطقی ندید. ولی این زمان مثلا 1 سال نیست شما 1 سال احساس یه نفر رو بپذیرید، نه 10 دقیقه است. روانشناسی میگه 1 روبه، میگه خیلی به من روانشناس دارن یاد میدن دیگه، میگه ببین خیلی دیگه طرف آنژیت است و خیلی دیگه بالاه و خیلی دیگه تو اوجه، 45 دقیقه تایم روانشناسی ده، 20 دقیقه برای همراهی با حسش با احساسش داشته باش. 20 دقیقه باهاش همراه باش، بعد حالا آرامش کن، ریلکسش کن، زاویه‌اش رو عوض کن، زاویه دیدش رو عوض کن، بیا در انتهای 4-5 دقیقه 50 دقیقه ببند روی این که انعطاف پذیری شناختی بدی و راه حل بدی. درسته؟ پس شما نهایتاً باید 20 دقیقه در نظر بگیرید در صورتی که رابطه کار کنه. الان من باز دارم مهارت ارتباط موثر میگم. در صورتی که نشسته باشید روبروی هم، وقتتون باشه، فقط الان میخوایم در موردش حرف بزنیم، نه اینکه داری آشپزی میکنی اونم همون جور گریه میکنه بعد تو 20 دقیقه حساب کن. 20 دقیقه با درک کامل و فول شما حدش رو در نظر بگیرید که یه نفر رو بتونید احساسش رو بپذیرید. اگر ما اول بریم سراغ حل مسئله، اگر اولین قدم این باشه، ممکنه رابطه رو خراب کن. مسئله حل میشه. مگه الان مسئله حجاب در کشور ما حل نشد؟ حل شد دیگه. یه مدتی میگفتن حجاب رای آزاد و فلان و اینا، الان قشنگ SMS جریمه هست، اطلاع رسانی هست. واقعا افرادی هم که دیگه اعتقاد ندارن، قشنگ من میبینم سوار ماشین میشه اول روسری رو میکشه جلو که وقتی اون SMS جریمه و توقیفه نیاد. درسته؟ مسئله حل شد. آیا فهم اتفاق افتاد؟ آیا صلح اتفاق افتاد؟ رابطه مردم با این مسئله ترمیم شد؟ این مثال میزنم ها، فقط این مثال، به اینکه این درسته نه، چون برای حل این مسئله ایجاد شده ریشه ها توجه نشه. حالا بعضی وقتا بله ما یه سری مدیریت در بحران داریم، یه سری مسائل باید اصلا نمیشه به رابطه دقت کرد. زمان کرونا اگه میمدن همه مردم رو با فرهنگ سازی آگاه میکردن که خب 1000 نفر از دست میرفت دیگه، اومدن آقا 10 شب به بعد هر کی ماشینش بیرون باشه 1 تومن جریمه، به خاطر که بحران جدی بود. اما در مواقعی که بحران جدی نیست، اگر هدف ما اول حل اون مسئله باشه، یه نکته بگم خیلی جالب، یه جور بگم تو ویدیو هم بیفته، امیر اینوری صحبت کنم، خیلی قشنگه یادتون باشه برای حل مسئله. یه زمانی توی هندوستان مار زیاد میشه، مار کبرا و اینا تو هندوستان زیاد میشه. دولت میاد با خودش فکر میکنه چیکار کنم، فقط به حل مسئله فکر میکنه، به ریشه های دیگه نه. چیکار کنیم مار کم بشه؟ میاد میگه که هر کس ماری رو جمع بکنه بیاره به ما بده، ما بهش پول میدیم. به نظرتون در کوتاه مدت این جواب داد یا نه؟ بله. مارها کم شد. از یه جایی به بعد، یه تایم کوتاهی کم شد. از یه جایی به بعد دولت دید ای بابا چقدر داره مارا بچه کم میره، تا الان بعد مثلا ما حساب کرده بودیم 10,000 تا مار بعد کم میشده، بیشتر داره میشه. فهمیدن که کسایی میرن مار پرورش میدن فقط برای که پول بگیرن. مثلا ای بابا این حل مسئله که کردیم چون به ریشه توجه نکردیم جواب نداد، اومدن گفتن ولش کن بابا، ولش کن، ما اصلا به کسی که مار دیگه بیاره پول نمیدیم. مردم مارایی که تولید کرده بودن و فهمیدن دیگه پول نمیده، همه رو روونه خیابون کردن. مار شد 3 برابر. یعنی اون موقعی که می‌خواستن این طرحو گذاشتن 1000 تا بود، شد 3000 تا. مثال میزنم. و بحران خیلی جدی‌تر شد. گاهی وقتی ما ریشه یابی نمی‌کنیم، رابطه رو درست نمی‌کنیم، فقط حل مسئله منظورمونه، خلاقیت نداریم یا خیلی چیزا دیگه، ریشه رو پیدا نمی‌کنیم، ما آسیب می‌بینیم. حل مسئله قدم اولمون نباید باشه. قدم اول ما باید برای هر چیزی مدیریت هیجان باشه. مدیریت هیجان یعنی شنیدن نیازها. چرا من میام جلسه اول به شما نیازها درس میدم؟ چون میگم هر هیجانی بر اساس نیازی فعال میشه، نمیشه که همینجوری فعال بشه که. خب اگر من به شناخت نیازها قدم اول بپردازم، فرد رو درک میکنم، پس مهارت بعدی، مهارت ارتباط مؤثر ایجاد میشه، همون کاری که شما با اون فرد کردین، رابطه ایجاد میشه. بعد قدم بعدی حل مسئله است. اینجوری در کم آسیب ترین حالت ممکن من به دستاورد میرسم.